سلام. خبرهای رادیوی آزادی را از روز جمعه 12 دکبر من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. نوریدین قرشیبویف رئیس نوی شورای وسایل اخباری عموم در تاجیکستان انتخاب شد. در جلسه سالانه این شورا که هدفش حمایت آزادی بیان و حقوق ژورنالیستان تاجیکستان است، همچنین اعضای نوی ریاست این سازمان هم برگزیده شد. اینها موسی اسازاده، نوریدین قرشیبویف و مختار باقیزاده میباشند. آوازدهی به شکل پوشیده صورت گرفت و اکنون قرشیبویف در این مقام به جای قیرانشاه شریف زاده انتخاب شده است. نوریدین قرشیبویف همچنین رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان است. قبل از انتخاب رهبریت نوی شورا، مسائل مربوط به معیارهای حقوقی و اخلاق کسبی ژورنالیستی بررسی شد. یکی دیگر از مسائل‌ها بالا بردن نقش این شورا در تربیت متخصصان نوی ساحه ژورنالیستیک و هم فراهم آوردن شرایط بهتر برای تقویت دانش‌های کسبی دانشجویان این ساحه بود که بررسی شد. خوب میشد که همین هفته‌نامه از راهبر تا عادی‌ترین کارگزارش همش به اختیار دانشجوها باشد و این نفری باشد، بگذار از خود معلمان باشد یا که از خود کاتدرا باشد، فعالیت ایجادی آنها را زیر نظارت گرفت و دیگر سردبیر کاتب مسئول خبرنگاران همش باید که از خود دانشجویان باشد. رابین اورت سمیت سفیر بریتانیا در تاجیکستان گفت بریتانیای کبیر در فکری به هم زدن ثبات در تاجیکستان و یا جاسوسی در این کشور نیست. در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی قبل از ترک وکالت‌هایش در تاجیکستان، دیپلمات بریتانیایی گفت حکومت و هم دولت بریتانیا تنها در فکری کمک به پیشرفت تاجیکستان و مردمش می باشد و هر کاری انجام می دهد در هماهنگی با حکومت این کشور صورت می گیرد. در نشست در دوشنبه طرحهای دولتی روسیه در امر مساعدت به رشد بین المللی معرفی گردیدند. در این همایش تاکید شد که تاجیکستان یکی از شریکان راهبردی روسیه بوده. کمک‌های روسیه به تاجیکستان در چارچوب همکاری‌های بشری، حفظ محیط زیست، حمایت نهادهای دولتی و سیستم حفظ اجتماعی اهالی بخصوص در ساحه معارف و بنیادی مکتب‌ها صورت می‌گیرد. با فکر من مکتب‌های این شبکه در ردیف اول قرار می‌گیرند. یعنی نامه کمالی که خوانندگان این مکتب‌ها می‌گیرند هم در روسیه و هم در تاجیکستان اعتراف خواهد شد. طبق آمار رسمی از سال 2004 تا 2011 میزان کمک‌های روسیه به تاجیکستان 13.5 میلیون دلار آمریکایی بیشتر شده است. زرنگار حسین و دختر 19 ساله که اخیراً برنده آزمون میس اینترنت 2014 نامیده شد، می‌خواهد در آینده در ساحه رکلام کار کند. این دختر تاجیکی که در هیئت دسته رقصی جهان‌آرا هم کار کرده است، حالا بعد بردن آزمون دختر شایسته اینترنت می‌خواهد همچون مدل کار کند. من رقص خیلی دوست می‌دارم، برای که من خودم مکتب رقص رو تمام کردم، ملکه صابیره، و برای من خیلی قیم بود رقص رو پرتافتن، لیکن از گپی خانواده‌مون رد کردن نتونستم. برای همین قدر رقص رو پرتافتم. برای برندگی در آزمون بخشیده به 20 سالگی شرکت مخابراتی تلکوم تکنولوژی صاحب راهخط به کشور تایلند شده است و میگوید با این سفر همراه با مادرش روانه شده است. صحبت کامل زرنگار با رادیوی آزادی در سایت اینترنتی ما دسترس است و برای دریافت اخبار و ویدیوی بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفن همراه مراجعت کنید.